سلام برو، خوبی؟ سلامتی بخیری؟ شکر فضل خدا. چی گپه؟ قربان تو. قرعه کشی کردی؟ از کی؟ از من؟ بابا مسخره نکنه. میگی اشته بوده که به تمام 20 نفرم اول نومه بالاه. گپی خونیه فرق نمیکنه چی اول چی آخر. مونتا اشته شده که من نومه به نومه آرچی بخون بگه لا حبل بالا. آخه برو چی رقم تو بگو؟ یعنی 100% باید من اول. خوبه خوب. مونتا من قبول ندارم این قرعه کشی که کردیم. باور کن. چی خبر دارم که همه قرعه همه به نام من نوشته بوده. سیه خداحافظ. اما با زنگ میزنم به شما. خداحافظ. از کجا طالع دار تو سگو کم قرعه کشی اول باشه و نام ما بالاییم. بیزن خود چی رقم بکن. خب آن بگم خب بیای حالا هم برپا میکن. یک فکری بکن. یک بشه ری کن و کنی مادری بخواد که میرم از رستوران میارم. از ضربه خو میخورم بلا برد. حداقل سرصدا از این خونیه به تصرف. کجا بودی که تو قرعه کشی کنی باز خیریته؟ خوبی خانم سلامتی؟ شکر. به خدا. کی گرد میزدی؟ چه از این رفقا بودن؟ تیار هستی؟ شکر. من چون دیشب یه خوبت ندیدم. خوب وحشتناکی دیدم زن. خیریت باشه. چی خوب دیدی؟ کو تعریف کنی؟ چی بگم زن؟ خیلی خوب وحشتناکی. باور کنید دیدم این خرمن ازوم جمعه. همین مادر تو پیار تو بودش به کله بزد به تمیز باهاتشو. به خدا چی بگم؟ همین دقیق میکشید مادر تو. هم تبکسره میگو سوره یا من نجات دی. همین تازم جا خو میل شدم. نمیشه اینو بری خبری ازی بگیری؟ چود نزن. این چیزا نکن. اونم خود مادر خوب گرم زدم. تیار خوشحال بودم. تیار بوده؟ شکر. الهی شکر. نه که میرفتی زن چپه. خب زن چپه. من زنیم که خواهی ما چپ باشه. گپا مفت نزن. خب میرفتی حداقل میشفتی قرار کده هم از اینا خبری میگیرتی. هم میگفتی که دومان تو هنی خوی دیده بده 10 تا نونی خیرات میکرد. چیکار میشد؟ زنگ زدم هیچ گپی نیست. یا خوشحالم. صدقه خود نصاب بنداختم. گاهی وقتا بعضی جا میشینی میگم همین مرتکا همین تو بخونه خب قیدگیرم که چون سله رحم به جا نمیکنم. خب انا به تو میگم وای خبر از مادر خبری بگیره. چیکار میشه؟ چیکار شده که تو مادرم میرم شدی و میکشه میگی برو بسر مادر خب. هیچی به خدا. همین که خوب دیدم گفتم حداقل بری از مادر خبری بگیری. برو یک هفته بستکر. چه کار تو؟ الان روز نمیشه من سر مادر خور بدم. بازم این صبح زنگ زدم تیار خوشحال بودم. سلام هم میگفتم به تو. من خوب دیدم که پریشان شدم گفتم حداقل بری خبری بگیری. پس سبا نگم کلانه دوماد ما خوب دید دختر ما نگدشتم که بیای. آفرین. خب بخی برو. چه کار میشاله؟ چه کاره؟ هیچ کاری نیه. هیچ گپی نیه. میگم برو از خوشی خبر کن. من نمیفهمم. گپ مپیه. های بترسیدی چیکار شده تو که ده آدم رو مثلا ما نبره میکنی؟ های من چرا بترسم؟ من چون به خدا یک دم این مید مادرت نمیتونه به دل میفتاده که تو سکوی هنگامی میشه به خوی مداره. چی خبر؟ خب چه تو نمیدی خبر نمیگیری؟ خود تو برو خبر بگی. حالا با دختر دیگه لذتی داره برای مادر خبر گیره. دوباره دیگه لذتی داره که برای خبر گیره. من از این باجی ما خوش نمیاد به سرای نمیشینه به خدا. به قرآن گربه میذاره چینی فروش بد نمیبره که من از این باجی بد. خب تو کام من باجا تو بد. چیکار؟ خب من یه شله میرم دیگه. خیره. اما یک شرطی دارم. که یک سوالی دارم. سوال به من جواب بدی. بگو جانمه. هیچ گپی نیه. هر سوالی باشه جواب میدم. من فقط مادر تو میخورم. خدا که دیگه فکر روش. خوبه. سوال اینه که از تو بپرسم که ببینم من چقدر دوست داری. زن این گپی تو میزنی. چی تو گپا میزنی؟ تو آنقدر دوست دارم که اصلا فکر و تصور رم نباید بکنی. خوبه. اگه من برم به سر مادر خود تا یک هفته شدنه. به خدا زن من تو رو همه دوست ندارم. بی اندازه دوست دارم که حتی بدون تو هم من خوشبختم.
ولی اگه برم بگردیم دنیا بریم جهنم نمیشه. یعنی تو دل تو مایه که من برگردم؟ نه جانمه، خدا نکنه. من مایم که به هر جا بشی خوشحال بشی، چی خدیمه چی بدونمه. یعنی تو واقعا میتشویی هستی که جوره تو بم دنیا پیدا نمیشه. آخه جیگرمه، نفسمه، من نمیرم که تو میتو خوشبخت بمونی. بچم تو چی رقم زنی که به گب نمیفهمی. مادر تو اینجا به تا آتشار میسوزه، من به تو میگم بوری از خبری بگیر، میگه من نمیرم. خود چری نمیری؟ وخی برو. ام زمان قدیم هم شو بزن میگفته برو به تا آتش قربان نمیره. حالا بم جلوی من یک سر گب میزنی. خیلیت تو چی گبه؟ چی پلان داری که من میبستر مداوره کنی؟ هیچ پلانی ندارم. چی پلان دارم؟ به تو میگم برو به خونه مادر خود نمیری. نه هر پلانی داری بگو بریمه. که تو چی پلان داری که اوزه شلهی که من برو بستر مادر خود؟ همین صحیح بگو. حالا بگو واقعیته. ها بگو. قلم قلم کنه میکنی؟ نه چرا قلم قلم کنم؟ خدا مسئله ابروی مزن به من جیه. خب ولی بگو چی گپ داری؟ بگو. ها؟ چپ چپ سل میکنی، میفهم بگم یک جنجالی میکنی. نمیکنم بگو. همین واقعیت توشه میمون بودیم یک جای همی 15 نفر گفتم همی میمونی دوره شروع میکنی. خب گفتم خوبه. من گفتم بخواد که تا 15 میمونی بخورم، کی مرده کی زنده، شاید یا می بری باشم یا اینا یک بری برم. انا گفتم خوبه. امروز زنگ زد که قرعه کشی کردیم نفر اول تونی. انا بدشانسی شو تو سه گفتم اولین میمونین من مگر شروع کنم. من گفتم باشه اینجا حداقل یک بونی تیار کنم که بلکه بری بخونی مادر کو. گفت از اینکه تو زحمت بکشی و عذاب شی، همون میرم از هتل نون میارم بخواد که میمونی اگر دن بگرده. همین که دیگه چیکار کنم؟ دروغ به تو بکنم. آخه قد بالا تو شو بم تعدیلم شه. همین گپی به من چرا از اول به من نگفتی؟ من عزت و آبروی رو مقبول بگیزه به دمی خونه به جا میارم. مگه من شریک زندگی دنیا؟ یعنی تو به خدای گپا تعدیل میگی؟ اصلا تعدیل میگم. تو شوهر منی، هر امری بکنی من هدایت میکنم، به جا دارم. یعنی خود تو نیال گپ بزنی میگم خودتو بکینم. یعنی اگه من میمون برم سر صدا نمیکنی؟ نه چرا سر صدا کنم؟ تو چرا آخه به ایگه مدار به دوزخ انداختی؟ بیا منو خوش کردی. 100 دقیقه فیل اینجا به سر بزنی. چرا میاد دروغ گفتی؟ همین رو مقبولی میگفتی که زن میشه 15 نفر 16 نفر میمون دارم میگفتم برو حدو دیده 1 2 ای قربان خوش زن تو که تو خدمت نکنه. ای قربان تو زن که من چقدر فکر میکردم که تو شاید سر صدا کنی، شاید جنجال کنی. ان حال دیگه به دلجمی میرم برای رفقا میگم که امشب بیای. میرم سودا هم میسترم. خداوند تو خیر. باز اگه میفهمی بازار میشه از هتل بیارم. نه چرا از هتل بری؟ تو چینجا پول بدی به هتل اگه بری اینجا مقصده. همین تو بیترین دیگه به تو باور کنه که انگوش بدن بمونه تا زمانی که زنده باشم تعریف تو کنه. یاری خدا مثل تو زن 10 تا دیگه نده به این منطقه. اصلا دنیا گل و گلزاره.